تلفن رو الکساندر گراهام بل اختراع کرد. اولین خط تلفن هم به خونه معشوقش کشید. آلساندرا لولیتا اوسوالدو. و توی هر تماس تلفنی نام کامل اون رو صدا می‌کرد. گراهام بل مدتی بعد اسم معشوقش رو کوتاه کرد و اینگونه صداش کرد: آله لول اس. دفعه بعد حتی اونو کوتاه‌تر هم کرد و اون رو صدا می‌کرد الو. از اون پس بل هر موقع تلفن رو جواب میداد میگفت الو. بل به چند نقطه شهر هم خط تلفن رو کشید و انسان‌ها مثل بل وقتی تلفن رو جواب میدادن میگفتن الو. امروز از هر نقطه دنیا صدای الو شنیده میشه. اما بیشتر افراد ماجرای الو رو نمیدونن یا اصلاً کنجکاوی هم نمی کنند. این دفعه که تلفنت رو جواب دادی و گفتی الو، یادت باشه که بل به معشوقش میگفته الو.